تا به حال ساندویچ بادمجون و سوسیس خوردین؟ اگه یک بار امتحانش کنید میره تو لیست غذای هفتگیتون. با من همراه باشید. ابتدا جیگر رو به اندازه یکسان خورد کنید و بریزید داخل قابلمه. پیاز و آب رو بهش اضافه کنید و بذارید 5 دقیقه بجوشه تا کفای روش رو بردارین. فقط حواستون باشه موقع خورد کردن تموم رگای خونی جیگر رو جدا کنید. حالا پوست کل قارچ‌ها رو بگیرید و به صورت اسلایسی خورد کنید. حالا میریم سراغ سوسیس که من سوسیس دودی استفاده کردم. خیلی نازک برش میزنیم. وقتی کل سوسیس‌ها رو خورد کردیم میریم سراغ سرخ کردنشون. اول سس مواد رو درست کنید. به این شکل که 2 تا پیاز رو خلالی برش بدید. بعد داخل روغن تفت بدید. حالا فلفل سیاه، فلفل قرمز و زردچوبه رو اضافه میکنیم و میذاریم قشنگ با پیاز سرخ بشن. سیر، فلفل دلمه‌ای و رب رو اضافه میکنیم و میذاریم قشنگ سرخ بشن. بعد که کامل سرخ شد، گوجه فرنگی خوب شده که پوستش رو کامل گرفتیم رو بهش اضافه میکنیم و وقتی کامل تفت بخوره سس مواد ما آماده است. بعد که سس رو گذاشتیم کنار، داخل یک قابلمه دیگه روغن خیلی کم میریزیم و جیگرها رو سرخ میکنیم و همزمان بادمجونا رو میذاریم که کبابی بشه. و وقتی جیگر سرخ شد اونا رو بریزید روی سس مواد و داخل همون قابلمه سوسیسا رو سرخ کنید. فقط برای سرخ کردن قارچ‌ها همون اول یکم آب لیمو اضافه کنید تا قارچ‌ها سیاه نشن. وقتی قشنگ آب قارچ کشیده شد و سرخ شد، قارچ‌ها رو بردارید و بادمجون کبابی رو بریزید، بذارید قشنگ سرخ بشه. وقتی که کامل سرخ شد، همه مواد رو بریزید داخل سس و با همدیگه مخلوط کنید. هر سوالی هم داشتین داخل کامنت ها بپرسین، بهتون جواب میدم. نوش جان.